که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. سلام به شما بیننده های عزیز برنامه دنیا پر از جوانی است. برنامه دنیا پر از جوانی است که این لحظه روی اکران های شماست و هم نفس و هم قدم کل جوانان است. در برنامه ما با جوانان موفق و سازنده که بنیادگذار این وطن عزیز هستند و میکوشند با استعدادهای خویش وطن را باز آباد و زیبا سازند و نامبردار ملت گردند آشنا خواهیم گشت. پس در این برنامه با ما بمانید تا دنیای جوانی را از نو با هم زیبا بسازیم. بیننده های عزیز برنامه دنیا پر از جوانی است این لحظه که مهمان نوبتی برنامه ما هستند جوانانی که در یک قطار آزمون ها موفق گشتند و راه سند یعنی جاده صنعت را انتخاب کرده غالب یکچند آزمون ها گردیدند. مهمان برنامه ما هستند جلیل محمد جان و مرادزاده مهربان. میدانید بچه ها، من برای من جالب است که بدانم چرا شمایان راه صنعت را انتخاب کردید. اولا بار السلام علیکم برای شما. ما سپاسگزاریم که ما رو به این برنامه‌تون دعوت نمودید.
خوب. من بسیارتر از این ایام کودکی بسیار سرود میخوندم. سرود خواندن رو بسیار دوست می‌داشتم. و صنف دوم بودم به خیالم به موزیکال شکل، یعنی که مکتب موسیقی. تقویم عمرجان قابیلوف مرا به اونجا بردم. با استادم امیدوف دوران معلم شناس کردم. و از همانجا به من بسیار این سرودخوانی شوق سرود خواندن و سراییدن به من پیدا شد. یعنی از خوردی آرزو داشتید و امروز کمی هم باشد به آرزوی خویش رسیده ایستادید. همینطور مهربان. میدونید من از محمد جان فهمیدیم چگونه راهی صنعت را انتخاب کردن. این لحظه میخواستیم از شما را بفهمیده باشیم که برای چه راهی صنعت را انتخاب کردید. بله، من هم همین از خوردی هم شوق داشتم به سرود خوندن. خود به خود زمزمه میکردم سرودها رو و سراینده های دیگر رو میدیدم و آرزو میکردم با مثل آنها منم سراینده شوم. کی رو میدیدید؟ بسیارتر سراینده های اروپا، امریکا و دیگر دولت ها خارجی. از این برمیآید که شما با دیگر زبان نیز سرود خوانده میتوانید. بله میتونم. این لحظه میتوانید برای من یک سرود با دیگر زبان زمزمه کرده باشید. haya podido ver, jamás podré saber por qué. Te has ligado que sabía coserse en mí, el ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz. Quiero ser tu amor eterno, te había esperado tanto tiempo y tú llegaste y mi mundo cambió. Borraste todo mi pasado, el 100% de mí siempre tendrás. Prometo quitar ese amor, quitar ese amor. بهترین سروده که من سرادم از دیوید بیسپال، سرودی اسپانی بود، سرنده اسپانی. موضوع این سرود چیه؟ از شما ترجمه این سرود رو میدونید؟ من زبان اسپانی رو نمیدونم، اما ترجمهش رو خوندم که این درباره عشق است. پسر به دختر میگوید که من کجا که باشم عشقمان رو نگاه میدارم، محافظت میکنم. محمد جان، شما تا امروز در کدام آزمون ها اشتراک کردید و چون میدانم غالب آزمون روزا وستوکا و تاجیکستان وطن عزیز من هستید، برای شما غالبیت در این آزمون ها چگونه حسیات را دست داد؟ برای ما به این آزمون ها برآمدن اولا من تشکری های خودم رو به استادانم میرسونم، به پدرم، به مادرم میرسونم که مرا در جاده صنعت برای صنعتکار شدن اجازه دادن. به خیبلا جانزاده نظیره تشکری های خودم رو میرسونم که ما رو به این آزمون ها تیار نمودن و در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کرده جای ها رو گرفتیم. بعد همین سال بر آزمون روز وستوکا برآمده، در آنجا همراه دوستان ما اشتراک کردیم، جای اول رو گرفتیم. میدونید در نوار دیدم که شما با یک حسی عجیب، با یک حسیاتی عجیب پرچم وطن عزیزمون را گرفته پس آن به صحنه برآمدید. چگونه حسیات داشتید و چرا این گونه فکر در سر شما چگونه پیدا شد که با پرچم برای صحنه برایید؟ راستی من خودم همان وقت در هیجان بودم. من فخر میکنم که خود از تاجیکستانم، تاجیکم. وقتی که بسیاری از دولت ها برآمده این جای ها رو میگرفتن، من هم تو نگاه کرده می‌ایستادم که شاید ما هم جای گیریم. وقتی که جای یکم گفتم من خود در حیرت بودم. بعد پرچم تاجیکستان رو برآوردم، در مابین دیگر دولت‌ها فخر می‌نماییم که نشان دادیم که تاجیکستان هم هست. تاجیکستان می‌تواند این کارها را کرده. یعنی شمایان با برای پیشنهاد فرهنگ وطن عزیزمان
سهم میگذارید با پرچم وطن عزیز اونا بالا میبردارید. بله. Мы вас поздравляем. Из какого города вы приехали? Таджикистан. Таджикистан. Город Биджан. Вот ваш диплом, мы вас поздравляем. Медаль, медаль, медаль. Не забываем медаль, ведь вы ее заслужили. Красавчик. Фото на память. با کدام سرود در آزمون غالب آمدید و این لحظه میخواستم نمان سرود را زمزمه کرده باشید. در دوری اولینش من سروده تاجیکی خوندم. فلک و اسراد رو ما یک جای کرده بودیم. خوب الان میسرایم برای شما. جز نقش تو در نظر نیامد ما را، جز کوی تو ره گذر نیامد ما را. های بیده ساقی مایی باقی که در جنت نخواهی یافت، کناری یا بیروکنا با دو گل گشتی مسلا را. تشکر زیاد. صدایتان هیچگاه خسته نباشد. تشکر زیاد. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. چون که دیدم شما از اجرای نوازش نیز به خوبی برمیآیید. از کجا نوازش را یاد گرفته؟ نوازش را من خودم از اینترنت دیده یاد گرفتم. یعنی خود آموزگار خود در نوازش هستی. بهترین. محمد جان و مهربان، این لحظه میخواستم که هر دویتان یک جای سرود خوانده باشید. از عهده این کار برمیآید؟ باشد این لحظه منظور بیننده ها سازید. این شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. این شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. قصه عشق خوب گوش من دیوانه چه خوانی. قصه عشق خوب گوش من دیوانه چه خوانی. بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. بچه ها، من میخواستم این لحظه به صحبتمان خاتمه بخشم و میخواهم بدانم که شما برای جوانانی که میخواهند راه صنعت را انتخاب کنند و از این روز شرایط هایی که پیشوای ملت برای ما جوانان بنیاد کرده اند چی گفتنی ها دارید و آن را چگونه پیش میبرید؟ بله، ما حالا خود جوان هستیم. بسیاری ها فکر میکنند صنعت کار آسان است، لیک نازکی های خود را دارد صنعت. و تشکری های خودمان را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانیم که برای ما جوانان چنین آزمون ها را، چنین شرایط ها را مهیا کردند. به هر یک آنها تشکری خود را میرسانیم. بله، ما کوشش میکنیم با غمخواری های جناب عالی سزاوار باشیم و در آینده نامبردار وطن باشیم. بهترین. برای هر دوی شمایان موفقیت را تمنا دارم. بگذار که در آینده همچون صنعتکار اصیل
قدم‌های استواری خویش را در جاده صنعت گذارید و نام وطن عزیزمان را به عرصه‌های جهانی بردارید. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. در کل گوشه و کنار تاجیکستان در ماه می ماهواره جوانان تشکیل و برگزار کرده می شود که در این ماه جوانان با استعدادها و دستاوردهای خود همدیگر را معرفی می کنند و در جامعه نقش باسازهای خود را می گذارند. ما نیز کوشش کردیم و سوژه آماده کردیم و در بخش پیک جوانی آن را منظور شما بیننده های عزیز می سازیم. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. 14 می سال 2025 در فضای پرنشاطی مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند برنامه فرهنگی فراغتی شامی جوانی تحت عنوان جاویدان با جوانی و جوانان برگزار گردید. چاره‌بینی در اساس نقشه مشترک ریاست کار با جوانان و ورزش ولایتی سوخت و شعبه جوانان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان صورت گرفت. چاره‌بینی با اشتراک اعضایان محفل پیروان پیشوای ملت تحت عنوان جاویدان باد جوانان با جوانی بسیار در سطح خوب، در سطح عالی با اشتراک همه بچه‌ها و بیرون از مهمانان و دیگر اعضایان محفل و باقی مانده کارمندان ریاستی کار با جوانان به نهایت با دستگیری آنها چاره‌بینی بسیار هم در سطح خوب عالی گذشته ایستاده است. جوانان بسیار سعی کردند که چاره‌بینی در سطح خوب گذرد. نمایش‌های اثرهای رسامان جوان در اینجا انعکاس شده ایستاده است. ما جوانان میانه‌دار از اولا از اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هستیم که دائما دستگیری ما جوانان هستند و تمام آن چیزی که برای ما جوانان لازم است فراهم کرده ایستادند. جوانی از نگاه من نهالی هست که در خردی خودش زیباست و وقتی که بزرگ می شود آن به کمال می رسد، یعنی حاصل خودش را می رساند. یعنی جوانی این ایام آغاز آن دانش و ملکه و مهارت است که ما می توانیم در جوانی آن را به دست آوریم. سخنرانی افتتاحی را سردار ریاستی کار با جوانان بیان نموده اشتراکداران را با روز جوانان تاجیکستان صمیمانه تبریک گفت. او تاکید نمود که در پرتو سیاست جوانپرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امروز برای تعلیم و تربیت، رشد کسبی و خودشناسی جوانان امکانیت‌های فراخ مهیا است. ذکر گردید که جوانان کشور با شکرگزاری از این شرایط‌ها در مؤسسات تحصیلاتی عالی و کسبی در داخل و خارج کشور فعالانه تحصیل کرده برای پیشرفت وطن سهم ارزنده خود را می‌گذارند. در ادامه چاره‌بینی با پیشنهاد ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت محفل رسامان و دیزاینران جوان تأسیس داده شد که این اقدام برای کشف استعدادهای نو در سمت صنعت و دیزاین زمینه می‌گذارد. با مناسبت ماهواره جوانان در شهر خوجند با اشتراک جوانان فعال ولایت چاره‌بینی فرهنگی برگزار گردیده ایستاده است که در این چاره‌بینی نمایش کارهای خود را برگزار نمودم که محصول دستی خویش را به نمایش گذاشتم که تا که جوانان فعال ولایت از آن دیدن نمایند و بهره برند. با نمایش کارهای خویش من میخواهم که حس وطن دوستی، خویشتن شناسی جوانان را بلند گردانم، زیرا که از طبیعت تاجیکستان، از متاعهای تاجیکستان در این نمایش ها استفاده نمودم. جوانی موسمی است که باز نمیگردد و باید ما از این وقت ثمرناک استفاده بریم و بهر رشد خویش و آینده درخشان تاجیکستان سهم باسازهای خویش را گذاریم. جوانان فعال با افتخارنامه‌ها، سپاسنامه‌ها و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی گردیدند. شام جوانی بار دیگر ثابت ساخت که جوانان همچون نیروی سازنده، آینده ساز و پشتیبانی ارزش‌های ملی و دولتداری همیشه در مرکز توجه حکومت کشور قرار دارند. جوانان همچون نیروی پیشبرنده جامعه در رشد شکوفایی و عملی شدنی هدفهای سازنده حکومت مملکت سهم ارزنده می‌گذارند.
дар доираи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ба 250 нафар донишҷӯён, магистрантон, аспирантони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ стипендияҳои раиси вилояти Суғд супорида шуд. Дар маросими тақдими гувоҳномаҳо ва стипендия раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода иброз дошт, ки таваҷҷӯҳ ба фаъолияти ҷавонон ва татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон аз муҳимтарин самтҳои сиёсати созандаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб ёфта, иқтидор ва имкониятҳои ҷавонон ба хусус донишҷӯён, магистрантон, аспирантон барои пешрафти самтҳои идоракунии давлатӣ ва дигар самту соҳаҳои босамар истифода мегардад. Ҷавонони вилояти Суғд дар ҷавоб ба ин ғамхориҳои давлату ҳукумат пайваста кӯшиш менамоянд, ки бо хониши аъло, иҷрои корҳои тадқиқотии илмӣ, хизмат дар сафи артиши миллӣ ва муҳимтар аз ҳама дар тарғибу татбиқи сиёсати ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳм гузошта садоқатмандона хизмат намоянд. бо мақсади ҳавасмандгардонии муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ давоми соли 2024 стипендияи раиси вилояти Суғд аз 130 адад ба 250 адад расонида шуда, ҳаҷми маблағи он 1 баробар зиёд гардид, ки ин таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд нисбат ба ҷавонон шаҳодат медиҳад. озмуне ки шуда гузашт, ман фикр мекунам, ки бо шаффофият ва аъзои комиссия як чеҳраҳоеро ки нишон доданд, ки инҳо воқеан ҳам ба ин озмун сазовор ҳастанд ва ман боварӣ комил дорам, ки ҳар як шахсе ки унвони гирандаи стипендияи раиси вилоят гашт, барои ватану модари худ, барои халқ, барои гулгулшукуфои Тоҷикистони азизамон саҳми босазои худро мегузорад. Ҷавобан ба ин гуна ғамхориҳо албатта рисолаи мо ҷавонон ин илм омӯхтан, дониш омӯхтан ва барои ватану барои миллати худ содиқонаву сидқидилона хизмат намудан аст. ضمن تقدیم گواهنامه و استیپندیاهای رئیس ولایت سوق از جوانان دعوت به عمل آورده شد که با استفاده از شرایط موجوده علم آموزند، کارهای تحقیقاتی انجام دهند و همچون فرزندان فرزانه امروز و فردا به خلق و وطن خدمت نمایند. تاکید گردید که امروزها جوانان همچون نیروی بزرگ پیشبرنده جامعیت در عملی شدن هدفهای سازنده حکومت مملکت نقش مؤثر می‌گذارند. امروزها با شرافت استقلالات دولتی برای ما جوانان خیلی بسیار شرایط‌ها فراهم آورده شده است. چنانچه اعلان نمودن آزمون جمهوری فروغ سوپی دانایی تاجیکستان وطن عزیز من و علم فروغ معرفت این گواه آن است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت خود آدم معرفت پرور می باشند و برای ما برای کتاب خواندن، برای علم آموختن مبلغ گذاری کردند. این هم باشد یک امکانیت وسیع برای ما جوانان می باشد. در دایره ماهواره جوانی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق چاره‌بینی‌های گوناگون معرفتی و فرهنگی آغاز گردیده به این قشر آینده سازی دولت و ملت توجهی بیشتر روانه گردید. سنه 23 مای همساله همچون روز جوانان در جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد. در این زمینه ولایت سوق نیز با شکوه شامتی خاصه و اقدام‌های نو به استقبال این سنه فرخنده چاره‌بینی پرمحتوا را تشکیل نمود. روز جوانان مبارک باشد. برای جوانان دانشگاه دولتی خوجند چگونه سال بود و چه دستاوردها به دانشگاه آوردند؟ تشکر زیاد، سلامت باشید. السلام علیکم به تمام تماشاگران شبکه تلویزیونی ولایت سوق. من با استفاده از فرصت به دست آمده تمام جوانان تاجیکستان رو بخشیده به این روز جوانان تاجیکستان که در حقیقت برای هر یکی ما جوانان سعادتمند کشور باعث افتخار است که امروز شاید تاجیکستان از کمترین کشورهای در جهان باشد که راهبری دولت نسبت به جوانان چنین اعتماد دارند، راهبری دولت نسبت به جوانان چنین غمخواری میکند و شاید ما از کمترین کشورهای هستیم که امروز شورای ملی کار با جوانان داریم که راهبری آن را پرزیدنت کشور محترم رحمان به عهده دارند و در حقیقت سال سپری گشته برای جامعه جوانان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov یک سال بسیار خاطرمان بود، چون ما در این سال در برابر جایزه‌های علمی به دست آمده از جمله ما توانستیم که امروز در آزمون فروغ جمهوری فروغ سوپی دانایی در مقیاس جمهوری در بین مؤسسات عالی سزاوار جای دوم گردیده باشیم. در آزمون این فروغ معرفت نیز آزمون علمی ما سزاوار جای افتخاری گردیدیم و در برابر این ورزشکاران ما در ساحه‌های گوناگونی
дар варзиш иштирок намуда сазовори ҷои ифтихорӣ гарданд ки барои муаррифии донишгоҳи мо як хеле фикр мекунам ки иқдомҳои хеле хуб буд ва мо тавонистем ки барои муаррифии кишвари азизамон дар сатҳи байналмилал донишҷӯёни мо сармузор бошанд. ташаккури зиёд. таманниёти шуморо донистан ташаккур. таманниёти онро дорам ки бигузоранд ҳамин фазои идона ҳамарӯза дар осмони софу беғубори ватани мо пайдо бошад. таманно мекунам ки ин оғози муваффақиятҳои ҷавонон ва тоҷикистони азиз бошад. идато муборак. роҳпаймоии бошукӯҳ дар шаҳри хуҷанд оғоз ёфт. ҳазорҳо нафар ҷавонони фаъоли шаҳру навоҳии вилоят, донишҷӯёну хонандагон, варзишгарону ихтирокорон, ихтиёриёну намояндагони созмонҳои ҷавонон бо парчаму шиорҳои ватандӯстона дар кӯчаҳои шаҳр роҳпаймоӣ намуданд. ин роҳпаймоии идона таҷассумгари садоқати ҷавонон ба сиёсати хирадмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нишондиҳандаи ваҳдату ҳамбастагӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ дар миёни насли ҷавон мебошад. баъди анҷоми раҳпаймоӣ дар саҳни театри масакавию мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ чорабинии фарҳангии бошукӯҳ бо иштироки васеъи ҷавонон ва аҳли ҳунар баргузор гардид. сурудҳои ватандӯстона, рақсҳои анъанавии халқии тоҷик ва баромадҳои эҷодии ҷавонон муҳтавои чорабиниро ғанӣ гардонид. ин чорабиниҳо на танҳо ҷанбаи тантанавӣ доштанд, балки ҳамчун майдони муаррифии қобилияту истеъдоди ҷавонон, ташаккули ҳисси масъулиятшиносӣ ва саҳми онҳо дар рушди устувори ҷомеа арзёбӣ мегарданд. зикр гардид ки бо таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ҷавонони кишвар дар тамоми самтҳо аз илм то варзиш, аз фарҳанг то ихтирокорӣ дастовардҳои назаррас доранд ва ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа эътироф мегарданд. шукри замони тинҷиву амонӣ, шукри истиқлолият, шукри ваҳдати миллӣ, шукри сарварӣ бо ақлу хират ва бо маданиятро мекунем. мас бо шарофати пешвои миллат бо дили болида ҳастему умед ба фардои нек дорем. барои ҷавонон имрӯз ҳамаи шароитҳо муҳайё аст ва миннатдории бепоёни худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. мо кӯшиш мекунем илм омӯзем, дониш омӯзем, дар оянда мутахассис гардида ба халқу ватан хизмат намоем. рӯзи ҷавонон дар вилояти Суғд на танҳо ҷашни шодиву сурӯр, балки рамзи эътирофи нақши муҳим ва сазовори насли ҷавон дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва бунёди фардои дурахшони ватан мебошад. بگذارم آنجا پر از جوانی. بیننده‌های عزیز، این لحظه همراه من هستند دانشجوی فعال دانشگاه دولتی خوجند عیسی و دلفروزه. خوش آمدید به برنامه دنیا پر از جوانی است. السلام علیکم، تشکر زیاد که مرا به برنامه خود دعوت نمودید. دلفروزه، شما گیرنده استیپندیای رئیسی ولایت و دانشجوی سال در سال 2024 می باشید. وقتی که این سزاوار دانشجوی سال گردیدید، آن همان وقت چه حسیات داشتید؟ خب، حسیات من هنگام گرفتن عنوان دانشجوی سال واقعا غیر قابل بیان می باشد که این خیلی دستاورد بزرگ برای من بود. من از این دستاورد خیلی خرسند بودم. پیش از همه این زحمت های کوشش های خودم می باشد و دستگیری استادانم و اویلم می باشد. این مرا بسیارتر وادار می نماید که من بسیارتر زحمت و کوشش نمایم و برای دیگر دانشجویان نیز نمونه عبرت گردم. بهترین. شما در فاکولته زبانهای شرق تحصیل میکنید و داننده 5 زبان هستید. این لحظه میخواستم بدانم کدام زبان ها است که شما میدانید؟ بله، من داننده 5 زبان می باشم، یعنی این زبان خیتایی، زبان روسی، انگلیسی، ازبکی، کره‌ای و حالا نیز زبان عربی نیز از خود کرده شدم. این اصلا میخواستم با زبان خیتایی ترجمه حال خود را برای بینندگان ما بگه تا آنها نیز باور بکنند که شما داننده این زبان هستید. تشکر زیاد. دجاها و جا دلفروزه ایسایوه و جنین آش سانسه و زای خوجانده گولی داشه شیشی و خنگاو سنگرنشنی گانشه نی.
یعنی شما الان ترجمه حال خود را با زبان خطایی گفتید میتونید؟ بله. شما گیرنده استیپندیای رئیس ولایت هستید و در برابر این اشتراکچی هفته خود اداره کنی میباشید. برای یک دخترک جوان این چگونه مسئولیت ها را طلب میکنه؟ خب سراول من همین را گفتنی هستم که برای سزاوار گردیدن استیپندی رئیس ولایت این پیش از همه دستگیری استادان دانشگاه هم میباشد که مرا برای گرفتن استیپندی رئیس ولایت پیشنهاد نمودند و من در این آزمون غالب برآمدم. در بین یک قطار دانشجویان نیز من هم سزاوار استیپندی رئیس ولایت گشتم. آزمون دیگر که این هفته خود اداره کنی میباشد، من در این آزمون غالب برآمدم. در طول یک هفته در مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سور کارآموزی نمودم. بهترین. این همه شرایط هایی که امروز سروری دولت برای ما جوانان مهیا کرده اند و شما چگونه این شرایط ها را استفاده میکنید و برای سهم نظررسی خویش را در جامعه گذاشتن چیکار انجام میدهید؟ خب اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای ما جوانان بسیار شرایط ها را فراهم آوردند که تا اینکه ما جوانان از این شرایط ها استفاده نموده تاجیکستان عزیز را در بین یک چند دولت ها معرفی نماییم و برای پیش رفتن تاجیکستان عزیز سهمگزار باشیم. برای جوانانی که میخواهند موفق باشند چی گفتنی داره؟ من به جوانان برای موفق گشتن چنین توصیه میدهم که باید برای پیش رفتن تاجیکستان سهم خود را گذارند و بسیارتر دانش اندازند و تا اینکه پرچم تاجیکستان را در بین دیگر دولت ها نیز معرفی نمایند. تشکر زیاد. ما برای شما بردباری خواهانیم بگذار همیشه موفق بمانید. بیننده های عزیز، صحبت داشتیم با دانشجوی فعال دانشگاه دولتی خوجند دلفروزه عیسایی و با ما بمانید و پیرهی انمین گونه جوانان را پیگیری کنید. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، هر لحظه که با جوانان و با دنیای آنها سپری می شود این بهترین لحظه ها و بهترین خاطرات است. هر لحظه قدر کنید تا جوانی را از دست ندهید و از هر لحظه آن با موفقانه استفاده برید. برنامه دنیای جوانی این لحظه به انتهای خوش می رسد. با ما بمانید تا برنامه های آینده. خیر عزیزان. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی.